حالا با احتم نظرف بازیگری دسته استقلال دوشنبه هم صحبت می شوم. احتم اولا شما رو با غلبه بزرگ امروز تبریک میگویم و میخواستم که چند سخن درباره بازی استقلال با الوحده در سبقت جام افک اطلاع بدهید. مرحمت. رحمت کلان تبریکاتون قطعی میخوام برایشکار را بگم رحمت کلان که کماندای ما را دستگیری سخت میکنن. ای سبب همین ما میخوایم بازیامون خوشو نشان تیم برایشکار را خرسان کنیم. البته بازی امروز خیلی مشکل بود برای شما، همین خیلی نه؟ بازی امروز خیلی مشکل بود برای کماندا، برای فوتبال تاجیک مشکل بود که یا قدم دیگر پیش رویم. شما باور داشتید که همین روز بر رقیب چنین پرزوری خود الوحده پیروزی به دست میارید؟ ما باوری داشتیم. چگونه آمادگی گرفته بودید؟ آمادگی تیاری سخت دیده بودیم در این بازی. و معلوم است که اکنون شما به دوری بعدی یعنی به چهارک فینالی برآمدید و چگونه نقشه است؟ نقشه خرسندی در فوتبال تاجیک یکم ترین کماندایی که قدم‌های کلان زده، قدم‌های майда و یکی کلان فوتبال تاجیک رو پیش برده است. بعدی کماندای پرقوت پامیر اینا استقلال کماندای سخت‌ترین در جمهوری می باشد. و معلوم است که شما همچنین عضو دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان هستید و 11 ایون با دسته اردن در همین ورزشگاه بازی میکنید و اکثر کل بازیگران استقلال یعنی هم دسته های شما و دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان شامل هستند و بگویید که چگونه شما با بازی بسیار هم مسئول با منتخب اردن آماده میشوید؟ تیاری سخت میبینیم. سیوم در ما جمع میشیم، زبورنی ترینرمون مربیمون جمع میکند محسن محمدی کماندای اردن در تیاری سخت میبینیم. ما را زدچهای بلند موندگیم در مسابقه. احتم جان امروز در ورزشگاه مرکزی جمهوری شماره مخلصان هم خیلی زیاد بود و این البته دستگیری خیلی برای شما پرزور بود که موفق گشتید، همین خیلی نه؟ بالشگاه خیلی رحمت میخوایم که هر بازی بالشگاه پر شوند، باز زیادتر شوند، بیان دستگیری کنند کماندشون، هم کماندا را هم تیم ملی را. تشکر زیاد برای صحبت. ما با شما و دسته استقلال و منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در بازی‌های من بعد برای کار و کامیابی‌های تازه به تازه آرزومندیم. رحمت.